این آخش شکم که گرسنه شد اوشوی توجیکی خونگی اوش از طرف ساوت کارولین به طرف فلوریدا 8 ساعتینه رفت. خب برادر عزیز سیستم کاری در ترک چخیل است؟ این طرف به یخدون موندگی است. باید فراموش نکنم بگویم که تاجیکستان تو را دوست داریم. سلام علیکم دوستان عزیز، خیلی که باید گفته بودم بیشتر در باره کار ترک معلومات بگیرم. اینک فرصت فرا رسید و همه تماشا کنیم. میرویم. رفتیم. از طرف ساوت کارولین به طرف فلوریدا 8 ساعتینه رفت. اینه آمده. این ترک برای ما دادم قبولش کرده. چه قبول بکنیم؟ می بیاید پورا صورتات میگیرد، همه جوش نشون میده میگه همه جوش درست است و شما میگه که 100% حقه و قبولش میکنه. بعد از که گرفته میگه کار شروع میشود. باز من برای شما داخلی همه نشون میدم که چگونه است و حیات در ترک خیلی باید باشد. البته اون نفرها همه میدونند که حیاتی ترک خیلی است و چی، لیکن به هر حال یک بار دیگه ما برای که اونهایی که همین کار را دوست میدارن و شوقمند همین کار هستن نشونشون میدیم. این طرف به یخدون موندگی است. این میکرووی خیانت یه بار پیش کنیم که چی داریم. این خوراکوی خونگی، آشی پلو، نونی تاجیکی در اینجا موندگی. این همش خونگی است. به قول خودمو دمشنی. خب برادر عزیز سیستم کاری در ترک چخیل است؟ همگی در یک روز 24 ساعت برای شما 14 ساعت وقت میتین. در حجم همین 14 ساعت شما 11 ساعت حق رانندگی دارید. 3 ساعت دیگهش برای کارهای دیگریتون، چای خوری، دمگیری، هر چیزی میخواید. اما پیش از اونه که شما رانندگی سر میکنید، ماشین های کردن، ترک های کردنشه PTI میگوند. یعنی PTI چی است؟ پیش از راه برآمدن تمامی گردی ترک میگرده. یعنی که معاینه تکنیکی میکنید. بعد از که معاینه تکنیکی کردید همش درست باشد، قاعدوی باشد، 100% باشد، بسم الله میگه خدا خواهد راه با میبره. در مسئله معاش بسیاری سوال میتین که چقدر سون کار میکنه. از روی من میدونسته در یک مایل 55 سنت سر میشود. 55 75 85 $1 در یک مایل. یک مایلتون 1 کیلومتر 600 متر است. در یک هفته کن وابسته به خودی کمپانی است که شما چقدر برای شما بار میتونید، چقدر کار میکنید. 3000 مایل در یک هفته گشتن ممکن، 4000 مایل گشتن ممکن، 2000 مایل. اگر 2 نفره باشه تا 6000 مایل میگرده. یک نفر باشه اگر کم خوب کنید اما
کاری دو نفره هم کردن ممکن. نه هم خیلی صبح کرده بینه که چقدر می شود بعد. سالارکه ریختیم $530 تا 600 چند دلار میشه وابسته به نرخ‌های خودش تو که سالارکه چند سود است دقیقاً یک گالونش 360 است. یک заправки کردگیمون وابسته به وزن بار از 1000 مایل تا 1100 1200 900 یعنی وابسته به خودی وزن بار است. زیاد هستند заправка اما دو تا کلانتری заправкایی که بسیار ماشین‌های بارکش می‌دارد. این همی یکی از شناخته‌هاش در تمام شتات وجود دارد پایلوت است. اینجا برای ماشین‌های سپرده این طرف دیگریش برای ماشین‌های بارکش پایلوت و لویس هر کسی که در همین کمپانی اعضا شده است کارت خودش دارد و دیگه می‌پویند حتی تخفیف هم هست اسکیدکا. نرخوش هم در بالا و کلان کاره رکلام کرده موندگی هستم. خب ترک استاپ با چی خوبی دارد بغیر از مثلا заправка بغیر از заправка یه چیز دیگه همین چیزی که این نشان داده ایستادم ترازو است certified scale. این ترازو برای چی؟ ترازو وقتی که شما بار میگیرید از خودی آمازون است UPS است از کجای نگرفتید دیدید که وزنتون زیاد است جابجا کردن نکن شبهه که کردید وزنتون که زیاد شد از معیار که زیاد شد پلیس شما که قاپید حتما دید اگر جابجا گذاری نادرست باشد شما حتما جریمه میکنند چون که باید شما وزنتون پیش از راه برآمدن نظارت کنید. بعد در راه که ویستیشن گفتگی جا هست ویستیشن یعنی ایستگاهی وزن برکشی در همونجا شما میتوند که پلیس هم جریمه کنه هم برای شما پوینت های زیاد گیره. این همین ترازو برای شما کمک میکنه در اینجا. حتما که اومده دیسکو ترازو میدارید بارتون هم موفقت میکنید دل پر راه میبرید. یعنی این برای هم معیاری راه هست هم به خطری برای خود شما. یک چیز دیگه باید برای شما بگویم وقتی که شما زیاد رانندگی میکنید خسته میشوید و میخواهید که استراحت کنید البته در همه جا هم هست من نشان دادم میخواهم که در کجاها آدمو دم میگیرن. این دو طرف است طرفی بالا برای ماشین‌های معده قسمی پایانیش برای ماشین‌های بارکش اینه
آدمایی که دم گرفته شدن خواب گرفتن از خواب خستن دیگه رفته ایستادن. این اگر اهمیت اینه این نوشتگی است آوتو برای ماشینای سبک‌رو مخصوص اشاره کرده شده است. اگر این طرف نگاه میکنه ترک برای ترکو این آخش شکم که گرسنه شد اوشوی توجیکی خونگی اوشوی در میکنید میزنید بسم الله گفته نه حیات ترک دوستان باشد که باشیم تا صحبتی دیگر.